هزار ساله هست از تو تا مسلمانی، هزار سال دیگر تا به حد انسانی. این بیتی معروف از مولانای بلخ است که برای امروزیان گفته است و قیمت این بیت تا امروز نیز قیمتی خود را گم نکرده است، به خاطر آنه که پیش از همه برای تکمیل انسانی کامل گفته است. چون اگرچه شاید مبالغه باشد که تا مسلمانی 1000 ساله است و تا به حد انسان شدن باز 1000 سال دیگر، زیرا مسئولیت انسان بودن بسیار مسئولیتی بزرگ است. بیننده های ارجمند السلام علیکم. این برنامه نوبتی چراغ هدایت است. این یک روشنی بخش زندگی خوب انسانی است که ما با اشتراک استاد عزیز خواجه میروف معاونی رئیس شورای علمای دینی ولایت برای شما چیزی گفته باشیم. استاد عزیز خوش آمدید میگویم. و ما امروز بیننده های عزیز تصمیم گرفتیم در مورد یک موضوع بسیار مهمی که ما همه روز با اون کار میگیریم، روبرو میشیم و میشنویم، صحبت میکنیم در مورد شناخت قدر شخصان امکانیتشان محدود یا خود معیوبیت داشته است، یعنی معیوبان، آنهایی که در جامعه ما زندگی میکنند و همیشگی ما باید از شناخت قدر و منزلت آنها آگاه باشیم و توانیم که برابر با آنها مناسبت کنیم و همچنین به مشکلات آنها رسیدگی کرده باشیم. و صحبت ما اطراف این است. استاد، دین مبین اسلام در همه موارد پیش از همه چی میگه؟ در گویم احترام به شخصیانی معیوبیت داشته، شخصانی که امکانات جسمانیشان محدود است، چگونه است؟ به نام الله بخشنده و مهربان، درود و رحمت خداوند و حضرت محمد مصطفی علیه الصلاة و ازکی السلام. حقیقتا دین مبین اسلام وقتی که ما از خود همین کلمه اسلام میفهمیم، این یک دینی که غمخوار برای همگان، خصوصا برای شخصانی که احتیاج دارند نسبت به ها غمخوارترین است. از آن جمله چیزی که شما بیان کردید، آن شخصیت هایی که امروز در جامعه ما معیوب یا که ناگران هستند، ما با آیات های قرآن و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم، از همه در مرتبه بالا زیارت کردن ویها، از حال ویها خبر گرفتن و با ویها با کدام طریقی که باشد کمک رسانیدن خداوند در قرآن عظیم الشان در چندین آیات ها ذکر میکند و در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این چنین در سیرت اصحاب کرام و در سیرت خلفای راشدین این چیز مشاهده کرده می شود که انشاءالله چندین مثال ها میبریم. پیش از همه خداوند در قرآن عظیم الشان برای خاطر انسان ها به تکبر نروند و قدر و قیمت تنصیحتی و سلامتی خود رسن گفته، خداوند در بیان میکنند ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. پروردگار در این آیت کریمه میگوید که ما گاه شمایان را امتحان میگیریم. امتحان گیری ما با چند وسیله می شود. یکی از وسیله همین که شما را گاه ما گوش نمیگذاریم، رزقاتون را تنگ میکنیم، گاه برای شمایان یک ترس پیش می آوریم، گاه در صحت سلامتی شما بعضی شخصانی که در مابین شما موایها را ناگیران میکنیم و این چنین در درخت‌های شما، در میوه‌های شما گاه ما نقصان عطا میکنیم، در مال‌های شما میگوید خداوند ما گاه یک کسلی دچار میکنیم که از وی حاصل کم میشود. گفته خداوند در قرآن بیان میکند. در شرح همین آیت مفسرا خصوصا امام طبری رحمت الله علیه که بهترین تفسیر از نگاه علمای اسلام این تفسیر امام طبری است، در شرح همین آیت کریمه امام طبری خصوصا الله سبحانه و تعالی در این آیت کریمه میگن ذکر میکند که انسان در یک حالت نیست، انسان در چند حالت است. از برای خاطر همینم خداوند انسان مرحله حیاتش با چند زینه در قرآن ذکر میکند. از پیدایش انسان ذکر میکند در آیات های دیگر و این چنین خداوند در دیگر آیت کریمه بزرگی و عظمت خودش ذکر میکند که و من آیاته، از نشانه های ما میگوید خداوند از عظمت و بزرگی ما با بعض انسان ها هم پسر میدهیم هم دختر میدهیم، با بعض دیگر ها یا پسر میدهیم یا دختر میدهیم.
یا که به بعضی دیگرها نه پسر میدهیم نه دختر میدهیم. گفته خداوند بزرگی و عظمت خودش را بیان میکند. آیتی که اول ما گفتیم امتحان میکند خداوند، این هم میگوین امام طبری، یعنی بزرگی و عظمت خودش خداوند برای بندگانش بیان میکند که در مابین شما شخصان ناگیران معیوبان را ما میگوید خداوند یعنی به وجود می آوریم که شمایان وظیفه خود را در حق ویها بجا بیارید. از این معلوم می شد است که وظیفه هر یک شخص معیوب در گردن شخصهای سالم از نگاه دین مبین اسلام این یک وظیفه مهم است که خداوند این در قرآن ذکر می کند. یا در آیت دیگر که خداوند امر می کرد که و تعاونوا علی البر و التقوا. در شرح همین آیت کریمه خداوند میگوید که شمایان در کار نیکو به همدیگر کمک کنید. مفسران بحث میکنند که نیکوترین کار در مابین همدیگر کدام است؟ همان کاری هست که شما به یک آدم تنگ دست، به یک آدم معیوب، به یک آدم یعنی محتاج شما اگر نیکویی کنید، بهترین نیکویی شما هست میگویند. و در دوام آیت خداوند میگوید ولا تعاونوا علی البر و التقوا. شما در کار و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما میگوید خداوند در کار گناه دشمنی همدیگر رو کمک نکنید. در شرح همین آیت کریمه را مفسران میگویند که این گناه کدام گناه هست که خداوند گناه میگوید در قرآن؟ اون گناهی هست که شما آدم احتیاجمند محتاج شما پسند نمیکنید، به خاطرش نمیرسید. شما توانایی و قدرت کمک کردن وی را دارید اما این را فراموش میکنید. و جایی که شما به آدم احتیاجمند، به همون شخص معیوب شما کمک رسانید، در عوض وی شما برای خاطر فخر کردن خود، نمایش کردن خود نمایشی خود شخص معیوب را میگذارید. اما برای آدم ها شما را مدح و ستایش کنند، کارهای خیر خود را به دیگر جاها بجا میبیارید. گفته علماهای اسلام بیان میکنند. حقیقتا در یک حدیث قدسی است که خداوند به بندگانش میگفته است که مرا چرا در این دنیا تو زیارت نکردی؟ و بنده میگفته است که تو انت رب السماوات و الارض، تو پروردگار زمین و آسمان هستی، ما چرا تو را چه زیارت میکنیم؟ خداوند میگفته است که من نزد معیوب نشسته بودم، تو اگر از همون حال و احوال معیوب خبر میگرفتی مرا در آنجا پیدا میکردی، مرا زیارت میکردی. تا کدام درجه دین مبین اسلام اهمیت، اهتمام، تعاون، از خود دور نکردن، از خود جدا نکردن شخص معیوب ترغیب میکند. حقیقتا ما به احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که ما نگاه میکنیم، جناب رسول الله در هر موضوع ها، در همه خطبه های خود از شخصانی که به شما احتیاج دارند، از شخصانی که به شما یعنی یک چیز محتاج هستند حال پرسی کنید، از ویها نگاه کنید. گفته پیغمبر خدا بیان میکنند در یک حدیث شما میگن که من لم یرحم من فی الارض لا یرحمه من فی السماء. پیغمبر خدا در این حدیث گرچه که سخن پیغمبر کوتاه هم اومدگی باشد، ما البته از سیرت پیغمبر میدانیم که از فضیلت پیغمبر میدانیم که سخنهای پیغمبر کوتاه هستند اما شرح بسیاری دارند. در شرح همین حدیث محدثان میگن که پیغمبر خدا در این حدیث میگن که کسانی که با شخصان معیوب و شخصان محتاج و شخصانی که در راه افتیده محتاج یعنی مساعدت دیگران هستند و همون ها مساعدت و یاردم نمیکنند، ملائکه های آسمانی به حال آن شخصان بی‌رحمی که نسبت شخصان معیوب رحم نمیکنند میگویند در مضمون همین حدیث. تا کدام درجه پیغمبر خدا امت خدا ترغیب میکنند، یعنی وعید میکنند که شما از شخصان معیوب یعنی با خبر باشید. حتی در یک حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک چند دعاها مستجاب هست میگن که بین ویها و بین پروردگار پرده نیست. و مجرد دعا کردن خداوند وعده کرده است که آن دعا را مستجاب میکند. از جمله همون دعاها اول دعای پدر و مادر باشد، دعای دیگر شخصی که معیوب هست و محتاج هست و دل همون شخص معیوب، دل همون شخص محتاج را که انسان که خرسند میکند، خداوند یعنی همون دعای همون بنده را چون میکرده است، مستجاب میکرده است در حق همون شخصی که به وی کمک میرسد. حتی
نه تنها برای انسانیت. پیغمبر خدا به همون حیوان‌هایی که معیوب هستند، نسبت حیوان‌هایی که سالم هستند، به همون حیوان‌های معیوب یعنی رحم کردن، شفقت کردن سبب نجات انسان از آتش دوزخ می شود. همه اینها از یک چیز یعنی استنباط کرده شده است از کلمه اسلام. معنای اسلام چی است؟ رحم است، شفقت هست، مهربانی است. مهربانی نه تنها نسبت همدیگر اهل اسلام، بلکه نسبت مهربانی نسبت انسانیت، نسبت انسانیت صرف نظر کدام قومیتی که باشد. انسان هست، معیوب هست، احتیاج به انسان دارد. یکی از کلمه هایی که از کلمه اسلام استنباط کرده شده است این رحم و شفقت به همگان است. تشکر زیاد بیننده های ارجمند. راستی استاد عزیز شما گفتید و یادم یک حکایت آمد، جای خوانده بودم. خداوند از حضرت موسی میپرسد ای موسی تو از من با آن زبانی پرس که گناه نکرده باشی. حضرت موسی میگویند خداوند من چگونه زبانی بیگناه داشته باشم در حالی که گناه کردم؟ بعد خداوند میگوید که تو با مردم نیکی کن و مردم در حق تو دعا کنند، آن زبانی بیگناهی است. یعنی اون چیزی که شما گفتید استاد در مورد شناخت نفرانی که واقعا به دستگیری نیاز دارند، به توجه نیاز دارند پیش از همه. گذشته از این در چند مصاحبه ها من بین آنها بسیار دوستانی نزدیک دارم. با جمعیت های معیوبان شهر و ناحیه، چند شهر و ناحیه رهبران رابطه دوستی دارم، چون همیشگی از فعالیت این جمعیت ها تشکیلات ها همیشگی که ما مواد تهیه میکنیم چون زنگ میزنن همیشگی اول با یک آهنگ و بخشش که ما مکتوب نکردیم یا ما نرفتیم اما همین خواهش تلفنی از شما پرسیده است، ما میگیم یکم مشکلی نیست، شما اگر مثلا برعکس ما باید شما را خبر گیریم اما چون ما به خواهش آنها رسیدگی میکنیم بسیار خرسند میشن، میگن که میدونید وقتی شما ما رو میشنوید اینقدر ما گوییم بازم روح بلند میشیم. یک سخن عادی و در همین روز فعالیت مثلا ما امروز در از خوردی میگویم که اگر نفری کلان سال دیدی یا اصابه دست رو دیدی در پیراه گذر هست، اگر دستی اون نفری کلان سال رو گرفتی اون طرفی کوچه گذراندی، این حتی از زمان مکتبی زمان شوروی به ما ترغیب میکردن که این بسیار کاری ثواب بزرگ است. و امروز هم مثلا امروز وقتی در کوچه ها و گشت گذار میکنیم چند نفر از معیوبانی که مثلا عربش سوار هستن گفتن که دستی ما گیرو است اما پایمون ناگیرو است، چون حرکت میکنیم جایها هست که مثلا ما فرض کردیم به یگان مغازه در آمده نمیتوانیم چون برای عربچه مخصوص راه پندوسی علاهده باید ساخته شود. من به مقامات مراجعت کردم، مقامات گفتن که امروز از روی لایحه‌های معماری ساختمانی حتما تمام نقطه‌های خدمت رسانی وقتی مثلا لایحه طرح ساختمانش پیشنهاد میشه حتما باید برای همین شخصان امکاناتی جسمانیشان محدود یعنی معیوب داشته پندوس راهروها برای عربچه‌های معیوبی ساخته باید شود. اما نه همیشه مثلا چنین حالت گویم و سببی مثلا شکایت ما اصلا من رجوع این سوال ما از کجا مثلا نفرانی که امتیاز دارن، نفرانی که مثلا امکانیت دارن، امکاناتی مالی بیشتر دارن، فرض کنیم صاحبانی هم فروشگاه ها، مغازه ها، صاحب کارا، مثلا خوب میشد من فکر میکنم در شناخت همین قدر انمان نفرایی که در برابر نفران سالم خریدار بودن، نفران معیوب داشته نیست، شخصانی برابر حقوق جمعیت ما هستند که آنها نیز حقوق آزادانه گشت و گذار کردن رو دارند، پس برای آنها نیز باید ما شرایط سازیم. حقیقتا دین مبین اسلام ترغیب میکند که یک انسان به یک چیزی که احتیاج زیاد دارد همون چیز رو پیش از همه کردن ثوابش بزرگ است. خصوصا چنین شخصیت ها که امروز به همین چیز احتیاج دارند کردن این کار بهترین ثواب است. برای خاطر همین هم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث های الوحیده درباره شخص های معیوب بسیار هم بشارت های بزرگ میدن. یکمش همین که شخصانی که مثلا حاضر گفتید که نابینا هستند و یا رو از کوچه گذرانیدن، دین مبین اسلام بین ترغیب داده میگوید که شخصی که یک شخصی نابینا رو از دستش گرفته 7 قدم رود گناهش بخشیده می شود. و در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگویند که من اخذ حبیبتیه یعوضهم الله بالجنه، کسانی که در این دنیا ویها را معیوب کرده از خداوند عضوهای بدنی ویها را گرفته است
خصوصا چشمای ویها رو نابینا کرده است در جنت و جنت همون عضو بدن ویها رو عوض میکند. این بشارت میده که خداوند چقدر بشارت میده. مادامی که پروردگار و همین قدر بزرگی نسبت شخصیت های معیوب اینقدر غمخوار، اینقدر مهربان میکند، البته این برای ما درس است که از حال ویها خبر گیریم. خود چطوری که گفتید در چنین شخص جاها که پیغمبر خدا میگن که ولا تحقرن من المعروف شیئا، حتی برای یک آدم معیوب یک راه راست کردن یا که یک کرسی خریده دادن، عموما یک منفعت رسانیدن، میگن پیغمبر خدا شما کم نشمارید. شاید که کمی شما در پیشگاه الله که وی احتیاج به هوای دارد ثواب چندین عملهای زیاد میدهد. مثلا شخصهایی که برای خاطر همون شخصهایی که معیوب هستند یک راه را سازد، یک در چطوری گفته در فروشگاه، در جایهای جمعیتی اگر یک راه سازد، ثواب این شاید که از ثواب خسرهایی که برای شخصیت هایی که توانا هستند ثوابش بلند است. ما این سخنهای خود البته از گفتهای پیغمبر خدا اثبات میکنیم که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که میگن روز قیامت انسان ها برای کارهای بد و کارهای ثواب خود دیدن نزد محشرگاه میروند، یک انسان نگاه میکند که در نامه اعمالش کارهای ثواب بسیار کتابت کرده شده است، اما وی کار رو اینقدر بسیار کردگی نیست، کار کم کردگی است. بعد میپرسیده است که یا الله اینجا شاید خطا شده است، این ثوابی که من در نامه اعمالم مشاهده میکنم برابری آن کار عملی کردم نیست. لیکن جواب چی است؟ تو ان همون کار خیر کردگیت که گرسنده که کم که بود، تو به مورد برای شخص احتیاج ناک کرده، برای شخصی که به هوا احتیاج داشت کرده. این حدیث به آن دلالت میکند که امروز معیوبان ما شاید به یک چیزی که کم هم که باشد صرف و خراجات و یافتن و کردن و آسان هست، اما در اصل ثواب و پاداش و اجر وی از آن کارهایی که میکنید خراجات وی بسیار هست، صرف وی بسیار است. شاید که همین کاری که بسیط هم که باشد، آسان هم که باشد، ثواب این بسیار است. طبق همین گفته های پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اینقدر غمخواری، اینقدر مهربانی نسبت شخصان معیوب میکردن. وقتی که در بیت المال در زمان حضرت رسول الله یا که بعد از جناب رسول الله اومدگی حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذوالنورین، علی مرتضی خلفای راشدین که در بیت المال یک مالی که جمع میشد و اینها چیکار میکردن؟ پیش از همه به همون روی خط شخصان معیوب نگاه میکردن. نمیگفتن که هوا گرم است، نمیگفتن که هوا سرد است، نمیگفتن که راه دور هست، اما ان همون امانت، ان همون کار ثواب رفته و ان همون مستحقان خود میدادن. اول از یار خویش و نزدیکان خود سر نمیکردن، بلکه به شخصان معیوب سر میکردن. در همین باره حضرت عثمان یک بسیار هم سخن حکایی مؤثر میبیارن. میگن که خیلی هوا گرم بود در مدینه منوره، میگفتن بسیار هم فصل تابستان بود، خواستم که در تیریزه رو پوشم که گرمی نداره. تیره‌های اون طرف به مانند تیره‌های قدیمی که مردم ما داشتن چوبی بودن، خانه‌هایی که بالاشون از پوست خرما، از شاخ خرما بودن. نگاه کردم که از دور عمر دو گاو حی کرده آورده ایستاده است، آفتاب گرم است. نفهمیدم که عمر یک شخصی آورده است. من گفتم که شاید این شخص یک شخصی که از عقل بیگانه باشد که در این هوای گرم هم خودش رو همون مخلوقات ها رو عذاب داده آورده. در رو پوشیده نشستم، لیکن میگن در دلم یک غلغله پیدا شد که همون شخص رو نصیحت کنم که تو اگر آدم بی عقل باشی، تو مریض میشی، تو کسل میشی، تو این کارو چرا کرده، این حیوان ها رو عذاب میدی. لیکن بعد از چند دقیقه کشم که در راه که همون خلیفه اسلام حضرت عمر خودش دو گاو رو حی کرده آورده ایستاده. گفتم که یا عمر، تو در این آفتاب گرم تو چیکاره هستی؟ تو چیکار کرده ایستاده؟ باید گفت که آخر عثمان تو نمیدانی که در فلان جا شخصان معیوب هستند و ها شاید که چند روز طعام نداشته باشند، امروز به این بیت المال حاضر این دو مال اومد، من رفته این را به آن صاحبان خود، به آن معیوبان سپارم که ها شرایطی بازار رفتن ندارن، شرایطی کسب کردن طعام و مالپایی، شاید که از گوشت و از روغن محروم هستند، چندین ماها به همون ها سپارم.
از این سوال بود حضرت عثمان میگن که یک سوال دیگر دادم. ای عمر گفتن او تو خدمتگار داشتی، همون خدمتگار خودت تو نفرمودی که همون گوه ها رو حی کرده بیارد؟ حضرت عثمان یک جوابی خیلی هم تاثیر، حضرت عمر یک جواب بسیار تاثیر گفتن که روز قیامت گفتن گناه های من را یگان خدمتگارم نمیبردارد. روز قیامت من از کردار خود جواب میدم که شاید که این چیزها آمدن برای خاطر همون معیوبان، برای خاطر همون شخصان مستحق آمدند. من اینها را در اینجا نگاه میدارم که ویها محتاج هستند. گفته از خلیفه های راشدین از حضرت عمر و عثمان چنین روایت ها هست که این روایت ها در کتاب های صحیح روایت کرده شده است. مادامی که از قرآن عظیم شان، از مهربانی و شفقت خداوند، از سیرت پیغمبر، از سیرت خلفای راشدین، از سیرت صحابگان پیغمبر ما نگاه کنیم که نسبت معیوبان و شخصان احتیاجمند اینقدر اهتمام است، البته این برای هر یک ما درس هست که ما به اینها به قدر توانایی و این شخصان معیوب باید که از دست می آمدگی کمک دریغ نداریم. تشکر زیاد استاد. و ما یک سوالی جنبسته من در مورد اونه که چون در مورد خراجات گفتیم چند زیاده 10 سال است که قانونی تنظیم روی عمل است و همیشگی پیشوای معظم ملت در عملکردهای خودشان نمونه هستند در مورد دستگیری شخصانی نیازمند، مخصوصا کودکان یتیم، معیوب یا نفران کلانسالی معیوب، مخصوصا مؤسسه هایی که اونجا نفران معیوب پیران سالان، خانه های پیران سالان اونجا مثلا گویم استقامت میکنن، سکونتگاه آنها است. همیشگی دائمی تلقی میکنن که از حال آنها خبر گیریم. و من سخن از قانونی تنظیم گفتم، مثلا حتی تلقی نمیکنم، میگن که دائمی وقتی یک از خراجاتتان اضافه شد شما میتونید باید مقصدناک با شعورانه از آن استفاده برید، به خاطر اون که اون غذای علاوگی شما شاید اونجا مثلا مشکلی در تامین غذا نیست، اما آنها احتیاج به دیدار شما دارن، چون مثلا در یک جای هستن که مشکلات حرکت دارن اما همیشگی تشنه دیدار، مثلا همیشگی تلقی میکنن که مثلا ای آنهایی که مثلا امکانات مالی فراختر دارید همیشگی فکر کنید که نفران دیگر هستن که به گویم زیارت شما احتیاج دارن. حقیقتا این تلقین ارشادات پیشوای ملت این از منفعت خالی نیست. وقتی که ما به سیرت صحابگان پیغمبر نگاه میکنیم، یک صحابه نزد پیغمبر آمده گفت یا رسول الله گاه من دیلم سخت می شود، دیلم سیاه می شود. پیغمبر خدا گفتن که تو از حال شخصان معیوب خبر گیر. یکمین فایده که از خبر گرفتن شخصان معیوب دل شخص همون زیارت کننده یک ملایم می شده است. دویمش همین که به قدر صحت و سلامتی خود می رسد. سومیش همین که این سخن پیشوای ملت این البته از منفعت خالی نیست، چون پیغمبر خدا میگن که خداوند در عوض 5 چیز را عطا میکند. در کدام محل، در کدام مملکت، در کجایی که باشند انسان ها از حال احوال شخصان معیوب نگاه کنند، خداوند از شرافت هوایها در همون دیار برکات نازل میکند. این سومین چیز. چهارمین چیزی که حقیقتا پیشوای ملت به این چیز دعوت میکنند، انسان وقتی که میرود از حال احوال ویها خبر میگیرد، میگن که انسان به وی فایده نیست که پیغمبر خدا میگن که حق المؤمن علی المؤمن 5، مؤمن ها در مابین همدیگر 5 تا حق دارند. یکی از جمله همون حق ها شخص های توانا زیارت کردن شخصان معیوب. این چرا؟ این چیزی هم فایده شخص زیارت کننده گفتیم که دلش ملایم می شود، به قدر صحت و سلامتی، به قدر بایگری خود می رسد، یک تفکر در اندیشه در حیات خود می کند، شاید یک دیگرگونی در حیات وی می شود و فایده های بسیاری دارد. در همین باره میگن که یک شخص توانا بود که حقیقتا از گناه کردن خودداری نمی کرد، لیکن یک روز با امر تقدیر رفته از همون خانه کمبغلان و بیچارگان رفته، از همون جا آمده توبه کرده شخصی صالح شد، رفت به سلامتی ویها نگاه کرد و به سلامتی خود نگاه کرد، به اون معیوبی ویها نگاه کرده، با روزگار خود نگاه کرده، میگن اصلاح شد. از همین لحاظ البته وقتی که ما نزد ویها میرویم، یکی از حق و حقوق مسلمانی هست، ویها دلشان شاد میشود، ویها روحشان بالیده میشود، ویها در حق ما
یک چیز عیناً مشاهده میکنیم در وقت نزد وی ها میشینیم، شادی و خرسندی وی ها رو میبینیم. بیشتر که شما گفتید البته به این خانه ها چندین کس ها میرد، بعضی امام های ما از شورای علمای دین ولایت هم بعضی وی ها چیزی گفتید کمک به محتاج نیستند و الحمدلله امروز وی ها شاید که و ها تامین هستند از همه، لیکن در یک اثر آمده است که دیدار دوست یعنی برای شخص های مریض یک شفایی است. تشکر زیاد استاد برای شرح این موضوع. راستی من نیز برای خودم بسیار بهره های تازه گرفتم. تشکر رحمتی کلان. و در انجام یک حکایتی رو در ختم صحبت امروزی ما آوردنی هستم. جایی گفته بودم که یک نفر کم بضاعت همیشه شکوه میکرده است، میگفته است که با امین پای افضال دریده چندین سال است که من به کار رفته می آیم و روزی با چنین دشنام و حقارت از دری خانه اش بیرون می شود و ضمن در کوچه رفتن نفری را می بیند که معیوب دو پای ندارد و روی عرابچه نشسته است، خود ساخت و با دستانش زمین را تیله کرده روی آن عرابچه حرکت دارد و می بیند و تفکر می کند، توبه می کند، می گوید شکر می کند، می گوید که من کفش ندارم اما او پای ندارد و شکری سلامتی اش می کند. و راستی استاد در آغاز صحبت گفتن که اصلا در همین جامعه زندگی کردن انسان های گوناگون امکانیت خود یک واقعا امتحان است برای انسان های هوشمند، برای آن که ما قدر همدیگر را شناخته باشیم. این برنامه چراغ هدایت بود. باقی قضاوت از شماست. خیر خانتان آباد باشد.